اگر عزیزی رو از دست دادی و هر شب منتظری که به خوابت بیاد، امروز میخوام به شما عزیزان یک تکنیک عالی یاد بدم تا بتونید با عزیزانتون ارتباط بگیرید. روح بعد از اینکه زندگی زمینی رو ترک میکنه، فرکانسش در نور مطلقه، آگاهی و پذیرشه، اما عزیزانش طبیعتاً در رنج و دلتنگی و غم از دست دادن اون عزیز هست و فرکانسشون کاملا فرق میکنه با اون روح. پس اون روح سعی میکنه پیامی که داره رو از طریق یکی از نزدیکان که در فرکانس پذیرش، آگاهی و فرکانس نزدیک به خودشون هست، این پیام خودشون رو ارسال بکنن. لازمه که 13 روز روی انرژی خودت کار بکنی، روزانه 3 نوبت و هر بار 20 تنفس عمیق شکمی داشته باش. لباس تیره نپوش و سعی بکن از خاطرات زیبای اون عزیزت صحبت بکنی. حالا فرکانس تقریبا تغییر کرده و اگر روی چاکراهای خودت هم کار کرده باشی که خیلی عالیه. حالا تقریبا فرکانس شما بالا اومده و میتونید این درخواست رو بدید. لازمه که وضو بگیرید، یه لیوان آب بالا سرتون باشه، نصف آب رو بنوشید، چشاتون رو ببندید و رو به قبله نیت میکنید. من اسمتون رو بگید. دعوت میکنم از ایکس زاده ایگرگ. خب نام رو باید بگید، به خاطر ایراد متافیزیکی که داره نمیتونم اینجا نام کسی رو بیان کنم. پس ایکس زاده ایگرگ درخواست میکنم که برای فلان نیتم به خواب من بیاد. خب ممکنه اون نیت شما رفع دلتنگیه، سوالی دارید یا هر چیزی، باید نیتتون مشخص باشه. درخواست میکنم که به خواب من بیاد. خب بعد صبح که بیدار شدید باقی آب رو می‌نوشید. این به خاطر این هستش که شما خواب رو فراموش نکنید و یادتون بیاد. بهتره که ساعتتون رو کوک بکنید، ساعت بیداریتون رو روی تایم 33 دقیقه قبل از اذان صبح. اینم باز دلیل داره که تو کپشن براتون می‌نویسم. و اگر تا 3 شب این کار انجام بدید و این اتفاق نیفتاد، بدونید که فرکانس شما تغییر خاصی نکرده و هنوز آماده این ارتباط نبودید و بذارید 21 روز بعد دوباره تلاش بکنید. در پایان لازمه بگم که همه چیز به اذن خداوند متعال و صاحب جهان هستی هستش و اگر این اتفاق نیفتاد قطعاً به خاطر محافظت از روح زیبای شماست. در پناه خداوند مهربان باشید.